دکتر تو آدمی بسیار خوبی و باوری دارم صادق تو را گوش میکند. به او آخرین امکانیت دادم. با او صحبت کن. اگر به ما همراه شود خیلی خوب. اگر گوش نکرده باز کارش را دوام دهد بهتر که از این جایها برآمده رود. مایل شبردی سیده. همراه دکتر بدهی پلنگی روی جبار. از عاقب او روی. اگر صادق یگان نیتی بد داشته باشد دکتر را محافظت کنید. بچهش صادق اینا به ما از ما چی میخواهند؟ میترسم که باز به سرمون یکون بلا نآورند. بیا بهترش از این جایها رویم. میخواهی که گریزمو اینها بر ما غالب آیند؟ اول همین شب مولود شب مبارک گذرد بعد ما چاره میجوییم. سونا تو چی پخته ایست؟ قلمه با شکر. حلیمه بسیار دوست می‌دارد. تو به دست رو صادق. من تیار کرده میارم. مایلش. سبحانك اللهم و بحمدک. خوب تیار کردی؟ به خدا اگر خوب خوانید خیلی چیزی با لذت است. پدر جان اول من خوانم. کنی دخترم بخوان. پدر ها دخترم. اگر من خوب خوانم به من کفش های سرخ میخرید؟ اگر که نقص خوانی البته میخرم. میخوانم پدر. بخوان. الله اکبر. سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک. آفرین به دختری من. ماشاءالله. در شب مولود به مردم چی میخوانی؟ مولود را خوب از خود کردی؟ ها پدر اون را هم از خود کردم. سونا قلمه ها را بیار. کو یک بار دیگر بخوان حلیمه مادرت همشون نمید. الله اکبر. سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک. آفرین به دختری من. سلیمه راحتی تو را گریزاندم. مثل زنهای کلان خوردن رجده نمیگردی ها؟ کارت را کن. با مردم چی کار داری؟ تمام دیوانه تمام. کلی باتن راه گردید. دخترم با تو مثل آدم صحبت کردن میخواهم آقای صادق. اجازت دهید کودک ها برایم. نه در بینمون بیرونه نیست. اصلی کار این است که با تو 24 ساعت وقت بعد از 24 ساعت به اینجا مولای خودمون رو میاریم. اکنون در اینجا تو احتیاج نداری. اگر سخنی ما رو نگیرید بعد از این ساعت تو و کودکانت رو مجبور کشتنمون در کار. زنده ماندنی کودک خواهیت را خواهی محترم ملا زودتر این دیه را ترک کن. فهمیدی؟
آگه رفتم از پسی من شش سینام این چی حال است؟ دراز نکن باتم هیچ چیز نیست کمی راه گرد این چه حال است؟ دخترم نمیدانم خدا نمیدونم بیایید خدا تمام شد زخمش خیلی بد نیست خدا لیوهای تو هیچ کار کردن نمیتوانم مینش دختر من حاطر او رو یخ میزنم فقط زودتر خدا جان زودتر نترس دخترم نترس چیسته چی میخوایی؟ دخترم گریه آقای نکن صادقی مادم دکتر زاهر السلام علیکم. سلام علیکم. خدا شما را نگهدارد. برآمدنشان را دیدم. به شما ضرر نرساندم. خدا را شکر که به کودکان نرسیدند، اما به من تهدید کردند. آقای صادق، گوسفندی از همه جدا شده را گرد میخورد. تنها مانی به سر بلا میآری. خیر، با تو از حضرتم سلام آوردم. آقای صادق، با دوستانت همراه شو. دوست را از دشمن فرق کن که دیر نشود. با ما جهاد کن. بیهوده گپ زده، خودت را خسته نکن. شما هم از آنها فرق ندارید. برعکس آدم کشته، مسجدها را سلاحخانه و مسلمانها را قاتل کردید. این از روی دین نیست. اگر چی بودن اسلام را دانستن خواهید، مرحمت، فردا بیگاه به مسجد آیید. شب مولود است. مولود را جشن میگیریم. مسجد برای چیست آمده میبینید. آقای صادق، آقای صادق، گپت را دانسته گپ زن. ما حالا سخن آخرین ما را نگفتیم. یا با ما همراه شده جهاد میکنی یا این که از اینجا دست شده میروی. فهمیدی؟ من تنها از خداوند پناه میطلبم، دیگر از هیچ کس نمیترسم. این را به سردارت رفته گوی. فهمیدی؟ شما کاری درست کردید آقای صادق. آدو با کجا گم شده رفتی؟ باک از اکنون با کجا نمانه کنی؟ ها؟ چی میخوایی صدر؟ مادر خطاب کردی؟ چرا در اینجا نشست کماندی؟ ها؟ مامده یا این که هوشی یادت حالا هم به همون اغرامند است. میدانم دختر مردم هیچ آدم نمیشوند. گوش کن دختر، من حاضر به قهوه خانه میروم. اگر بیرون برایی باید را زدم نشکنم. حضرت در اون نفسم گیرید. هوا تازه در آمدم. نشینی دختری به عقل پدرا در اینجا نشینی. اصلا نمیرسی با بیرون برمانم در را به غذا میکنی. دختری به عقل.
اگر من از اینجا نبرایم نام کزوندی چرا؟ دکتر در کجاست؟ نمیدونم خلا. حضرتم به نزدشون دعوت کرده بودم. ایستید خلا. بگویم او را طاهر در همینجاست؟ همینطوره. چیکار شده؟ طاهر نیست اما در کجا بودنش رو میدونم. زود قصد نمونم نباشد زن میمیرد. زخمش خیلی وزنی. مادر بخیر؟ ریزی جور چرا؟ زلیخا را پروندم. اگر زودتر رفته کمک نکنی زنی بیچاره میمیرد. مادر جان جواب با حضرت خبر ده. ما برای بیمار هستم. رفته بودم زودتر. باری پسرم باری نرو افا جون باری التماس آروم شوید خودتان را خسته نکنید حاضر آقای طاهر میگویند خدا خواهد صحت میشوید مادر جون خوب هستی؟ چی واقعا میدون؟ شما را کی پروند؟ باری قربونت شوم نرو باری مرا نپرداز غیر از تو کسی ندارم نرو نه مادر جون شما را تنها نمیگذارم قربونتون شوم مادر جون شما صحت شوید برایم کافی طاقت کنید حاضر دکتر میآید آقای دکتر التجا میکنم مادر را نجات دهید مالش بری سوال شد من از دستم هرچی باید بکنم تو بیرون برازیزم برو این کار را با او کی کرد؟ چی؟ رویش رو هم نگه شما میتوانید دسته ای کارتون شده این در کار دکتره نفرم خدا خیلی بگه دولتیم خدمان بخیر چی شد؟ اکایل ماست یک لحظه بروید رفت دورم مایلش رفتیم به خدا اکایل ماست پدرم باید اومدن ما رو فهمد ما رو پورا میکند از خونه برمدم ریختم چی شد؟ پدرت را در خونه قفل کرده است؟ به خدا قفل کرد اما دردی من این نیست آدو چند وقت شد از آدوی اقول خبر نیست اکایل ماست شما نمیدونه که حالا در کجا باشد به خدا من همه جا را دیدم خدمان همه جا را کفتم اما او را نیفتم من در کجا بودم اصلا میدونم اکایل ماست در یک جا گوشتن میترانید در نزد خونه های ویرانه من فکر میکنم شده اونجا پیدا شده اکایل ماست شما رفتن تو نیست دیوونه میکنم من با تو دیوونم نمیشم که دیوون برم تو حالا بیشتر نمیکنی ها بیشتر نمیکنی آروم بگویی آروم بس کن آرام شد دست نفسی مردم داد و بای نکن پرده با شما چی؟ این دکتری من است هستی خواهم میکنم خواهم میکشم کلی پیدا یک بار این در برون برایی روزی فهمیدی کلی واقع مادر جان خزبان آمده زاره کرد که رفته الدا را یابم شاید در اون خانه های کوه نباشد من حاضر با آنجا میروم مایلش بسیار انشاءالله الدا را میموند
خلاص زودتر بیای خلاص خالی برفی خوب نیست. به او چی شده است؟ خدایا ما کجا شدن؟ این چه بلایی بود که به سرم اومد؟ با تو چی شد دخترم؟ تو چی دست داری؟ عمر زود نفشاتیر بیا. مادرم قربانت شود چشمت را کشم. اومدم خلاص شد خوشم. خوب است دفعه برفی. با تو چی شد؟ رنگی روی هم پریده است. کنیخی به نزدیک دیلو میبری. مادر جنیسته حاضر خسته نمیتونم. دیلم بی حضوره. کمی خوب کنم میگذارم. دفعه برفی رفته اکای اومد رو خبری هست؟ یلمس اینجا نیست. با جستجوی الدور است. خیز بشین آقا بشین. عبدال چه میگوید؟ چند وقت تو را میجوییم. حزبون در همه جا بودنت را حیف کرد. بعد من آمدم. حزبون؟ بله حزبون. دختر خیلی در عذاب است. گوش کن البا تو را هممون دوست می‌داریم. درد تو درد ما هم هست. اما یک کار نشد گفتم مثل کودکان سر کرده رفتن هیچ خوب نیست. میفهمی؟ اکل من التماس هیچ چیز نگو. من از این جایها میرم. رئیس منو در نزد همه شرمنده کرد. میدونم همین رو دونید اکل اولماس رئیس هیچ که دخترش رو با من نمیدید. الدا من دیگر چی گویم؟ چرا ایستم در اینجا؟ ایستادنم دیگر معنی ندارد. الدا برادرم چرا میفهمم؟ من هم برای برفین چقدر عذاب کشیدم. بسری من و او چه بلاهایی که نامد خودت میدانی. کودکی نکن الدا. کمی دیگر صبر کن. طاقت کنی همش خوب می شود انشاءالله. اکل اولماس شما را اگر رنجانده باشم مرا ببخشید. من در این جایها ایستادن نمی‌توانم. از اینجا میرم. از آقای صادق اما فایده نیست. او قبول نکرد.
در قرآن این چیزا نیست میگوید. با او گفتن که با ما همراه شو، چون که با سلاحداران تنها ما مبارزه میبریم. جهاد کن نمیگوید. شما از سلاحداران فرق ندارید، شما هم قاتلید میگوید. این رفتارش به دلم زد. کار را دراز نکنید. فهمیده می شود که صادق جاسوس است، منافق است. او را دستگیر کنید. جاسوس بودنش را اعتراف کرده بعد جزایش را می دهیم. با چشم حضرتم. ها، فقط یک مسئله دیگر است که این دکتر در خونه صادق یک کلمه هم به زبان نآورد. این خیلی باشد. با دقت باش و چشمت را از او نکن. همه‌اش معلوم می شود. این کار حل می شود. دو وقت صرف نکرده کار صادق را یک طرفه کن. با چشم. پدر، حضرت پیغمبرمون پگاه به اینجا می آید. من او را بسیار دوست می دارم. کاش که بیاید و او مولود می خوانم. معلم، ما حضرت پیغمبرمون را دیده می توانیم؟ گوش کنید بچه ها. آیا شما می دانید که در کدام جایی که صلوات بفرستید یا حدیث خوانید پیغمبرمون علیه السلام در همان جا پیدا می شوند؟ شما حالا بیگناهید. اگر به او مولود خوانید البته می آید. خودش چیکار؟ چرا آمده؟ من گپی آخرینم را گفتم. روید از اینجا دیگر نمایید. پدر، کی کفش‌های سرخ میگیرید؟ پیغمبرمون بیاید. میخواهم در نزدش کفش‌های سرخ پوشم. میلش دخترم. انشاءالله. حاضر رفته با دوگانه هایت بازی کن. من میخرم. میلش پدر. خیلی بچه ها خیلی. آوازت را نبرآورده با ما میآیی. اگر پراندن خواهید پرانید. اگر نوایی ترانه آنها را میپرانم. اگر از خدا نترسید همین کار را میکنید. کمی گیرد او اقلا میموندید که پگاه شبی مرود رو میگذراندم. کودک ها و والدانشان ایدی دارند. پگاه خودم به نزدتان میآمدم. سر دهید. برا زبکم بزنید. کمی برید او را. زودتر برید. اینه نکنید. برای مادر شار دهید. دخترم برای مادرم دکتر. آقای دکتر، مادرم چه حال داره؟ او صحت نشود؟ خدا شکر خوب است. خواهد نشود. خدا را شکر. خدا از شما راضی باشد آقای دکتر. بشیرید. منتها وظیفه بله. شفا را خدا بله. ما را دیدن ممکن است آقای دکتر. حاضر نمیشود بله. باید برایش کاری کنیم. چیکار کنم؟ گوش کن. زخم مادرت کردم. زود شفا یافتنش در گمان است. برای این با او یک خبری خوش، یک خبری که او را پسند می‌کرده برسید.
عصبایش آرام شود زودتر صحت میشود. برای این تو باید گویی که دیگر به نزد شیخ نمیری. تنها همین خبر او را تسلی کن. باری این شوخی نیست. اگر خواهی که مادرت صحت شود او را زیر نکن. اگر او را زیر کنید بیماریش اوج میگیرد و تو آهسته آهسته او را از دست میدی. این را فراموش نکن. یا اینکه تو را از دست دادن میخواهی. فکر کن و به من قرار را بده. نه آقای تو این کار نباید. خدا مادرم را برگرداند تمام مثل دوستاتون میشود. مادرم چیزی خواهد همان رو میکنم. خیلی خوب. مادرت که باهوش آمد این خبر خوش رو خودت به او میگویی. اگر شیخ ما را جواب ندهد چی؟ تو قرارت را برو. این مسئله حل میشه. خاطر میشه. میبینم که نمونده نجات یافته است. دردهت برو. دردهت برو. دردهت برو. دردهت برو. آقای صادق ما را مجبور نکن. جاسوس بودنت را بگوی همه امان خلاص میشه. پنهان کردن لازم نیست. جاسوس کافرها بودنت مثل روز روشن است. من کافر نیستم. منافقا دردهت برو. دکتر اومد حضرتم. با شما گپ زدن میخواهد. تا به زمان آمده من جاسوسی کافرها نگوید دوام نیست. سردهت. آقای سیدا ببخشید که من شما را ناراحت کردم. مهم نیست. این مهم نیست دکتر. مهم آن است که این آدم با این رفتارش آبروی مرا میرزاند. من صادق بر این آدمان را تعقیب کردنم لازم. بگوی یگان بیمار داری؟ مادر بهاری زخمی شده است. او به نزد مادرش رفتن میخواهد. همومان هستم بیامد. او راست میگوید بهری؟ بعدی کارهایش باز به نزد شما آمده جهاد میکند. او از فکرش نگشته است. اما حاضر مادرش به او احتیاج دارد. دعوا هم به او احتیاج دارد. بله راست میگوید. اما او بر میگردد. من به شما قول میدهم که جای بحری را من پر میکنم. این خیل باشد میلش. اما دکتر البته حق این را از تو میگیرم. جای بحری را تو پر میکنی. فهمیدی؟ این آوازی آقای صادق نیست مگر؟ بله آوازی روز بحری. تو به نزد مادرت را من کمی کنم.
بیا خبرنگار من حاضر با جماعت میروم تو با دیرمون نمیبروی درا زودتر الان میشه اکنون برآمده هم بین دختری ابله چزمان این من یرمک دیدم اکریزا بیا با تو گپ دارم چزمان من با جای گفتاد رفتم الدا در اونجا بود چه حال دارد؟ خوب است ولی او رو آورده نتوانید گفت که از این جاها تماما برآمده میرفتم اکنون چیکار میکنیم؟ من هم رفتم نمیتوانم به خدا اگر از دارد من همایی میبریدم تابه خوب چزمان ترازیمه نشو چزمان اگر پدرت آید تو یک ایلاز کرده از این خانه برا خوب دیگرش حل میشود چون که او را تنها تو آرام کرده میتوانی من حوض به نقطه تیدی میروم چزمان اگر به نزد الدا رفتنی شوی حتما به من خبر ده همراه میرویم فهمیدی لیکن تنها نرو خوب بله خوب اما پدرم حوضی رفت چی میگم از خیرت میگردد خوب مالک تو یک ایلاز کرده از این خانه برا تیرزه رو مطلب بود باری پسرم باری در همین جایی شکر که با خود آمده دفعه باری با اوهای تویر به نزد اوهای سیدو رفتم اکنون پسرتان اصیل و به دستان دور می شود همیشه در برتان می ایستد شکر صبر شکر خدا صبر دهد زلیخا صحت می شوی اپا خدا شفا دهد تشکر خدا از شما راضی باشد اپای زلیخا ما شما را تنها نمیگذاریم کمی براحت بخوابید دخترم برشی چی شد با خدا نمیدانم دیلو به خانه روم احوالش بر دیلو زود گرفتم به نزدیک تو آمدم دخترم خونه جون شاید او حامیله دار شده باشد ما اوی نکردم لازم راست میگویی دیلو مرحمت چی میخورید؟ من اپام رو دیده می آمدم اپاتون؟ بله اپام زلیخا زخمدار شده با فکرم او یکم خشتمار نداشت تو از کجا پیدا شدی؟ کنی از راه نشوید دوتر میپرونم شما را میپرونم ریزا یک لبسه را میکشم تو چی دیوانه شده ای چه ها میگویی؟ هیچ کس او را نداده نمیتوانم فهمیده من تا او را نکشم به هیچ کجا نمیروم یک لبسه آرام شوید اینجا نقطه طبی است بسیار داد نزنید این دعوای ناموس است همراه نشوید رحم نکنید اگر از راه هم دور نشوید همتان را من ابد میپرانم گپم رو شنیده یک طرف ایستید که میپرانم ریزا دادرکم قربانت شوم نکن ببین من در چه حالم ریزا جان نپران خودت را قاتل نکن تا مرده ای تو را نبینم آرام نمیشوم من با پدرم وعده دادم در طریق قبر از ختم خوردم که میموری دیگر راه ندارم این مسئله ناموس است پسرم
صبر کن. این زن مادر شده، پیشرش همسالی خودت. بیا تو او را به حالش گذار. این رفتارت خوب نیست. یک رفیقت من از دو سر کارم رو میکنم. قسم خوردم، به خدا قسم خوردم لازم شود کودک را هم پرانم. اگر یک طرف نیسته شما را هم پرانم. فهمیده؟ بیزا نپران، بیزا قربانت برم. این کارا نکن بیزا. این دور باشد. پران چرا ایستاده ای؟ اولا جان اگر یکم حرکتی ناجا کنی بپرانم. خوب هستی؟ تشکر، خوبم دیا. این رو خودت هم کردن میتونی. در بالایش طرز استفاده برایش نوشته شده. نتیجهش زود معلوم میشود. یعنی تو گفتن میخوایی که من حامله؟ خدا به تو نصیب کرده باشد. البته گوش کن، نتیجهش رو فهمید در حال به من خبر ده. من خبر رو انتظار میشوم. باشی بای دست رو زود گذارم. من هم بسیار در هیجانم. زلیخا دخترم، کنی گوی این چیست؟ راستی برادرت می شود. برای چی تو را کشتن می خواهد؟ چرا دعوای ناموس می گوید؟ نپرسید افایدی. نمیدونم این درد را چه گویم. چند سال باز عذاب می کشم. اکنون همش رو می گویم. لیکن این تیموس این را بحری نفهمد. همش رو با شما می گویم. اما اگر بحری فهمد میترسم که باز در گنج عقلی نکنم. ناراحت نشو دخترم، من به هیچ کس نمی گویم. یک شب با دل حسین و با دستان هجوم کرد. من آن وقت در رابی چشمه بودم. ناخواست یک سلاح دوری از پسم به من هجوم کرد. از دستی رو خود را رها کرده نتوانستم. مجبور به ناموسم دست دراز کرد. مرا بدبخت کرد افم. از شرم به هیچ کس در این باره گفته نتوانستم. انا بعد حامله بودنم رو فهمیدم. این را با کسی گفته نتوانستم. از بی‌علاجی خود را کشتنی شدم. نتوانستم گریختم. اگر میمردم خود را از این شرمندگی نجات میدادم. اما در شکمم یک طفلی بیگناه بود. آخر هیچ گناهی نداشت. افر وقتی که بحری کلان شد برای گفته نتوانستم. یعنی پدری بحری یک سلاحدار از زمین تخت بینی میشناسی؟ نمیدانم. چی بودنش رو نمیدونم. با من دروغ گفته. سالها مرا فریب میدادید که پدرت شهید شده. چرا مرا فریب داده؟ از این شرمندگی مردنم بهتر. به خدا مردنم بهتر است مادر. بحری پسرم گوش کن. بحری به من گوش کن. باز چی رو گوش کنم؟ دروغای نوتون رو. پسرم بحری نرو. بحری نرو. بحری نرو. بحری پسرم. بحری ایست دخترم. خودت را میکشی. بچه آرام شود کن. طاهر آید به نزدش میرود روزی میکنانم. تو سیقدر شو. کمی صبر کن دخترم. صبر کن.
بدنم میکشد مرا. بس آقای صادق، جاسوس کافرها بودنت را اعتراف کن، عذابت تمام می شود. اگر نه تا مردنت دغن را دوام می دهیم. گردن، گناهت را به گردن بگیری؟ قبول میکنی صادق گردن؟ دوام دهد. مایدش قبول میکنم. من کافرم، اما اکنون ترسید. الله اکبر، 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 الله اکبر. چرا نوار گرفته؟ اون نوار رو چیکار میکنی؟ اگر خواهیم بودن تو را خلق فهمد، کاری ما هم برار میگیرد صادق. خواهینیت را اعتراف کن. منافقها، کافرها. هم اعترافم تمام شد. کارش را تمام کن. تمام است. منطق بسته در جای هر وقت زودتر شیخ بچه های من، همتون ثواب شهید را بگیره، همتون. سردهت مرا، سردهت مرا. سردهت دکتر مرا رضاشه. آرام شوید، آرام شوید، خاموش باشید، آرام شوید. خوب شد که او را دستگیر کرده آوردید. آقای صادق از اینجا زودتر برای ما رموزیم. نوار را در کجا موندی جبار؟ در پایان موند، رفتم میارم.
وای صادق را گرفتند. مرا ساده زنید زود دستگیر کنید زود. خودتون رو به دست گیرید. آهسته آهسته. زودتر باشه. شما کیسته؟ زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمود. عزیزم همیشه تو رو در تنهایی به یاد می آرم که چگونه با هم دیگر کنار هم تو همون عشق آریایی منمون مجنون میخوام تو سفترم من از دل و از جون جدایی آمد و عمرم خزا شد دل در جان مهدی وفارا توی خود تو بیا با من میمان منم عاشقت دیدم عشیرینی دل را بو بس عزیزم کی از تو میگوریزم میسوزم و خاموشم از دیدن دل نوازی میکنی آهنگی فیرانی اکا جان شما خود او قائد لکی пайрохаи такдир. فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.